سلام. با وجود اینکه این روزها تحولات اوکراین یک دردسر دیگه به مصیبت‌ها و بدبختی‌های عظما اضافه کرده، اما بزرگترین نگرانی امنیتی ولی فقیه همچنان در داخل کشور و از جانب مردم آسی و خشمگینه. برای مقابله با این خشم مردم، خامنه‌ای از ابتدای سال 1400 خیز این رو برداشت که یکی از تریبون‌های اصلی صدای مردم که برای نظامش خطرساز بود، یعنی فضای مجازی، رو یه جورایی کور کنه یا ببنده. متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. ترس خامنه‌ای از افشای حقایق نظامش در فضای مجازی به حدی بود که در طول سال هم چند بار دیگه از این وضعیت ابراز وحشت کرد و هشدار میداد که باید یک کاری بکنید. با این وضع فضای مجازی انبوهی از رسانه‌ها با هزاران متخصص رسانه، متخصص علوم ارتباطات، با پشتیبانی مالی انبوه در کارن. برای چی؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی افکار رو برگردونن، ایمانها رو و باورها رو تضعیف کنند، تخریب کنند. باورها رو تضعیف کنند؟ باور به چی؟ آخه مگه اصلا چیزی توی این نظام هست که کسی بهش باور داشته باشه؟ باور به اعدام؟ باور به زندان و شکنجه؟ باور به بمب و ترور در کشورهای منطقه؟ باور به کشتن جوانها توی خیابونها؟ باور به زدن هواپیمای اوکراینی؟ باور به اختلاس و غارت؟ تو خودت مظهر مجسم تخریبی. حالا قسمت مضحکش اینجاست که میخوان تقصیر رو گردن فضای مجازی بندازن که مجازی داره اینها رو تخریب میکنه. شما احساس میکنی واقعا کشور سیاهه. پروژه اصلی دشمن توی جنگ‌های شناختی و اساساً جنگ ذهنی در اینه که بیرون آنچه شما میپندارید از واقعیت رو عوض بکنن، جابجا بکنن با دو تا هدف ساده. یک، راه طی شده شما تباه بوده، 40 سالی که گذشتید همش به سیاهی گذشته، آینده شما هم سیاهه. از هر فردی این دوتا رو بگیرن، یعنی بگن راه طی شده عمر شما سیاهی بوده، آینده‌ت هم ناامیدی و سیاهی، اون کلا اون آدم منهدم میشه. جنگ ذهنی کجا بود؟ کدوم واقعیت رو جابجا کردن؟ و واقعیت گرسنگی مردم رو که با مجازی نمیشه ایجاد کرد. وقتی طرف داره با گوشت و پوستش گرسنگی رو لمس میکنه، این که دیگه مجازی نیست، این واقعیت روز جامعه است که میلیون ها نفر دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. تازه یه گوشه کوچیک از این دستاورد 43 ساله شما داره توی مجازی منعکس میشه. آقای رئیسی چند وقت پیش رفته بودن یه شرکتی و از پرسنلش پرسیدن ناهار خوردید و مورد تمسخر ایرانیان قرار گرفته و از دوستان عزیز اجازه میخوام که جواب آقای رئیسی رو من بدم. آقای رئیسی، ما ناهار نخوردیم چون پولی نداشتیم که چیزی بخریم. این سفره خالی ماه. حالا شما میخواید از این سفره خالی صیانت کنید، از چی میخواید صیانت کنید؟ حالا به این کلیپ هایی که تازه دارن قطره چکونی و با خطرپذیری منتشر میکنن میگه تحریف واقعیت و جنگ تمام عیار. پروژه دشمن پروژه جدیدیه، عمیق شده، همه جنگ‌های گذشته رو همزمان داره میاره جلو، اما یک جنگ جدیده و اونم تحریف واقعیت. یک واقعیت رو از منظر من ببینید، همه یه گوشی تلفن همراه دستشونه، کف دست همه این گوشی است. از منظری که من برای شما واقعیت رو تو گوشی تلفن همراه نشون میدم شما ببینید. بسیار پروژه خطرناکیه، یعنی یک جنگ تروریستی تمام عیار. میدونید قضیه داره جدی میشه، شد یک جنگ تروریستی. آقا هر جا موبایل دیدید سنگر بگیرید تیراش بهتون نخوره. بابا 40 سالی که تمام رسانه‌ها دست شماست، از تلویزیون، رادیو، روزنامه، نماز جمعه، بیلبورد، سایت. حالا چند ساله که یه سری شبکه‌های اجتماعی اومدن که مردم میتونن توش 4 کلمه حرف بزنن و واقعیت‌ها رو نشون بدن، تمام ارکان نظام به لرزه افتاد. چی شد؟ پس معلومه که اون 40 سالتون همش روی دروغ و دغل سوار بوده که با چند تا کلیپ مردم بادش خالی میشه. اعظم آیت الله منتظری گفت به خمینی فکر تاریخ باش. ببین امروز هنوز طولی نکشیده دارن شما را تو سوئد محاکمه میکنن. این محاکمه نوری نیست، این محاکمه نظام جمهوری اسلامیه.
تو اینا باید بدونی. محاکمه خمینیه، محاکمه جنایت هایی که شما کردی و این ملت رو به این روز نشوندی. شما روی همه جنایتکارای تاریخ سفید کردی. بکشید منو. شکنزادونو دیدم، منو بس سر رو تخت کشیدن. همین محسنی اژه‌ای، اصفهانی شکایت دارم، از رازیلی شکایت دارم. به کیم شکایت میکنم؟ به ملت ستم دیده. پس وقتی یه جایی پیدا میشه که مردم میتونن حرفهای واقعیشون رو بزنن، اون وقته که تمام آژیرهای نظام به صدا در میاد، چون بسیجیهای نظام رنگشون میپره و وا میرن. میاد با بولدوزر از روت رد میشه، تمسخر میکنه، تو تحقیرت میکنه، توهینت میکنه. من چقدر آدم له شده دیده باشم خوبه. آدمایی که انقلابی هم، انقلاب رو دوست دارن، آقا رو دوست دارن، شهدا رو دوست دارن، نظام رو دوست دارن، ولی له شدن پای اینترنت و تلویزیون بلند شده اسفالتش کرده. برای مقابله با این وضعیت فضای مجازی، دیگه چون ولی فقیه هم چند بار گفته بود، تمام دستگاه‌های امنیتی و غیر امنیتی نظام بسیج شدند که برای این درد عظما یک درمانی پیدا کنند که نتیجه شد یک طرحی با اسم بی‌مسمای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی. تقریبا داره نزدیک به 1 سال میشه که دارن دست و پا میزنن که این طرح رو تصویب بکنن، ولی ظاهرا این خط ولی فقیه پیش نمیره. اولش خواستن توی مجلس سرش تصمیم بگیرن، دیدن نمیشه، گفتن ببریمش توی کمیسیون جدا. اونجا هم روش باز بحث کردن، وقتی خواستن تصمیم بگیرن زیر ضرب رفتن و گفتن برش گردونیم توی مجلس. خلاص یک روند کشداری شده که توش گیر کردن، چون هم میخوان فیلتر بکنن، هم میترسن که اسم فیلترینگ رو به زبون بیارن. ببینید الان هر چقدر ما میخوایم خودمون رو به در دیوار بزنیم، به مردم میگیم آی مردم قرار نیست ما اینجا رو فیلتر بکنیم یا ببندیم، ولی مردم از ما قبول نمیکنن اینو. چرا؟ چون ما فرایند تصویب این طرح رو یه جوری پیش بردیم که مردم نگران شدن. در تصویب طرح روز چهارشنبه ساعت آخر اکثر نمایندگان رفتن که برن حوزه‌های انتخابی خودشون، بعد برای اصل 85 کردنش جلسه غیر علنی، بعد در ساعت 11:30 رأیگیری، بعد کمیسیون، بعد این فرایند کمیسیون. بابا ما نماینده تو کمیسیون داریم هنوز نمیدونه به چی رأی داده، به کدوم طرح رأی داده. مصاحبه کردن، مصاحبه‌شون هم هست، یکیش میگه من به طرح فلان رأی دادم، یکیش میگه من به طرح فلان رأی دادم. خب وقتی ما خودمون هم نمیدونیم چه تغییر آوردیم تو کمیسیون، اینقدر تغییر کرد. بابا مگه میشه تو چیزی هی اسمشو تغییر بدیم، هی برگشو تغییر بدیم، هی مفادشو تغییر بدیم؟ حالا علت چیه که هی اسمشو تغییر میدن یا میخوان با پنهانکاری تصویبش کنن؟ چون ظاهرا یک ترسی هست، چون هنوز از ضربه گرون کردن یک شبه بنزین کمر راست نکردند و کابوسش هر لحظه باهاشونه. یکی نه شب خوابید صبح بنزین گرون. چه اتفاقی افتاد؟ 700 تا بمب بنزین آتش گرفت این مملکت. فتنه به پا شد، آشوب شد، بلوا شد. دشمنی که مترصد فرصت هست که از تصمیمات اشتباه ما سود خودش رو ببره، ما باید خیلی دقت نظر داشته باشیم. طرحی که با شؤونات زندگی 80 میلیون آدم سر کار داره، چجوری به این راحتی داریم راجبش صحبت میکنیم؟ 50 تا جلسه گذاشتیم، چقدر افکار قانع کردیم. خب بعد 50 تا جلسه دولت که مخالف، قوه قضاییه هم که استوری گذاشتن، یه جایی گفتن ای مردم نظرتون هست بریم راجبه همه پرسی بذاریم. 170 تا نماینده هم که نگران، 200 نماینده هم که نگران. خب چه اصراری داریم برای این کار؟ همه ترسشون از تصویب این طرح اینه که خودشون خوب میدونن که دارن با اعصاب 80 میلیون ایرانی بازی میکنن و ممکنه که اوضاع از دستشون در بره. به خاطر همین همه جا التماس میکنن که سر این قضیه آروم باشید و خدای نکرده کسی فکر تجمع به ذهنش نزنه ها. این از طرحی که هنوز نه به بار نه به داره، تازه داره بحث میشه. چرا حتاکانه صحبت کنیم؟ چرا با عصبانیت صحبت کنیم؟ این بگه خیانته، اون بگه خباثته، این بگه تجمع. عزیز من هنوز کار به جایی نرسیده که اجازه بدید در فضایی آرام این مسئله بررسی بشه. پس بنبست ولی فقیه در مورد مجازی اینه که از فضای مجازی احساس خطر امنیتی میکنه و میخواد اون رو یک جوری ببنده، ولی توی همین بستن هم ممکنه دوباره براش خطر امنیتی بزرگتری ایجاد بشه.
یعنی ممکنه که از ماهیتابه در بیاد و بیفته توی آتیش. برای خروج از این بنبست 9 ماه دارن تلاش میکنن که این طرح رو یه جوری بنویسن و با کلیگویی و مبهم بافی یه جوری پیش ببرند که نه سیخ بسوزه و نه کباب. مثلا برای اینکه حساسیت برانگیز نشه خیلی تلاش کردن که بگن ما نمیخوایم چیزی رو فیلتر کنیم و فقط میخوایم پهنای باند رو مدیریت کنیم. یعنی قبلا وقتی به یک سایتی وصل میشدی که فیلتر بود این پیام رو میدیدی، الان اگر بری توی یک شبکه اجتماعی دیگه این پیام نمیاد، ولی هی میچرخه و اینقدر کند میشه که هیچ وقت واردش نمیشی. اسم این رو گذاشتن مدیریت پهنای باند. یه موضوع هم که مردم خیلی حساسن بحث محدودسازی و مسدودسازی هست. در ویرایش اولیه قشنگ توی ماده 28 بند جیمش اسم آورده بودن محدودسازی، الان اون رو تغییر دادن به یک ادبیات دیگری مثل سیاستگذاری یا پالیسی در حوزه مثلا مدیریت ترافیک پهنای باند که آخر مفهومش میشه همه اهل فن میدونن دیگه، آخر میرسه به محدودسازی و مسدودسازی یا همان فیلترینگ. 2-3 دقیقه نمیگم همه موادش هست، اکثر موادش روحش برای فیلترینگ هست و محدود کردن. بله تو قانونه دیگه. نه شما دارین کلمات رو عوض کردین، به جای فیلترینگ گذاشتین مدیریت پهنای باند، همونه دیگه. نمیتونین سر مردم کلاه بذارید. پس این ترفندها رو دیگه حتی توی خود نظام هم کسی تحویل نمیگیره، هرچی هم که اسمش رو عوض بکنید. حتی جدیداً ظاهراً اسم طرح صیانت رو هم چون خیلی منفور شده عوض کردن، گذاشتن نظام تنظیم مقررات فضای مجازی. هر چی دیگه هم که بذارید مردم میدونن که این همون فیلترینگه و زیر بارش نخواهند رفت. 77% مردم، نزدیک به 80% مردم بر اساس نظرسنجی سایت‌های معتبر، نه جلال رشیدی، 77% مردم میگن که آقا این اگه تصویب بشه منجر به فیلترینگ میشه. خب این دغدغه ها هست که امروز نمودش میشه. یکی دیگه از مواد این طرح صیانت ممنوعیت توزیع و تجارت فیلتر شکنه. یعنی طبق این طرح تولید، توزیع یا تکثیر فیلتر شکن هم جرم محسوب میشه و حبس و جریمه داره. رو که نیست، سنگ پای قزوینه. آخه سوال اصلی اینجاست، تو باید جواب بدی که چرا وضعیت اینترنت کشور رو به این روز انداختی که ملت مجبور بشن برن سراغ فیلتر شکن. از یه طرف تلگرام و یوتیوب و توییتر و فیسبوک و 1000 سایت مخالف نظام رو فیلتر کردی، بعد میگی فیلتر شکن ممنوع. غلط کردی. مجرم تویی که اینا رو قفل کردی، نه اونی که میخواد این قفل رو باز کنه. اما قلب قضیه این طرح صیانت اینه که میخواد پای ورود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی رو به کنترل اینترنت باز کنه. البته نه اینکه تا به حال این نهادها هیچ دخالتی نداشتن ها، ولی با این قانون میخوان دست بازتر و اختیارات کامل بهشون بدن تا در مواقع خطر امنیتی نظام مثل قیام و اینا بتونن سریعتر دغدغه‌های خامنه‌ای رو پاسخ بدند. یکی از بحث‌ها اینه که خیلی مهم هست و کلیدی هست و جای اشکال اساسی هست، موضوع گذرگاه مرزی هست که در همه این نسخه ها به نوعی تکرار شده. یعنی یک شاهبیت این طرح در حقیقت که اینجا اومدن نهادهای نظامی و امنیتی رو به همراه وزارت ارتباطات در این گذرگاه در حقیقت مرزی این طرح قرار دادن که اینجا مدیریت کنه پهنای باند رو، مدیریت کنه دسترسی ها رو. یعنی میشه همون محدودیت. چرا این رو ما میاییم الان میدیم به مجموعه‌ای که بیشتر اینها نظام امنیتی هستن؟ داره میگه توی این طرح قرار شده که پهنای باند و سرعت ارتباطات با اینترنت بین الملل، یعنی مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور، توسط یک نهاد جدید به اسم کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی انجام بشه که هرچی نهاد امنیتی داشتن رو چپوندن توش. طبق این طرح کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی یا همان اینترنت بین الملل متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود. سوال اصلی اینه که مگه از گذرگاه اینترنت بین الملل چی قرار خارج یا وارد بشه که این همه ارگان امنیتی با توپ و تانک و سلاح رو بسیج کردی برن اونجا؟ دغدغه عظما دقیقاً چیه اینجا؟
ببینید نظامیا خب و امنیت براشون از همه بیشتر اهمیت داره که الان کارگروهی که الان موجود هست و اعضا 6 به 6 هستن به این شکل طراحی شده که بتونه این تعادل رو حفظ بکنه. وقتی ما کار رو بسپاریم به اینجا، بعدا من قانونگذار مجلس که مسئولم از کی میخوام بپرسم؟ من نمیتونم از مراکز نظامی سوال بکنم. این ماده داره میگه که یک نهاد فراقوه‌ای باید مسئول این باشه که در موارد اضطرار تصمیم میگیره و در حد اختیارات فقط و ارتباطات نیست. دیگه نهادهای نظامی و اینا نیستن. مگر حاکمیت حق نداره یه جاهایی که به اضطرار میرسه تصمیم برای کشور بگیره؟ اینکه اون وضعیت اضطراری که حاکمیت توش قرار میگیره و باید سرش تصمیم بگیره دقیقاً چی هست رو اینجا دیگه نمیتونن توضیح بدن، ولی سابقه امر به ما میگه که ممکنه یه وضعیتی شبیه این یا کمی بیشتر از این باشه. مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. پس چیزی که نمیتونن به زبون بیارن ولی همه تلاششون این هست که بپوشوننش اینه که این طرح قرار پاسخ این شرایط رو بده، یعنی در یک کلام طرح صیانت از ولی فقیه و نه از فضای مجازی. یکی دیگه از ویژگی‌های این طرح صیانت ساده کردن کار ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتیه. چطور؟ هیچی. قبلا باید وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کلی زور میزدن تا مثلا هویت یک اکانت برانداز رو در بیارن. الان اومدن کارو ساده کردن. گفتن هر کسی که میخواد بره توی فضای مجازی اول خودش رو به ما معرفی کنه بعد بره. دیدی چقدر ساده شد؟ به همین سادگی خودتون بیاد خودتون رو لو بدید. نکته چالش برانگیز دیگر بحث احراز هویت کاربران است که در نسخه جدید این طرح هم وجود دارد. در این نسخه احراز هویت کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. حالا همین رو چطوری توی طرح آوردند؟ تحت عنوان تضمین حقوق کاربران گفته این کارا الزامی است. احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات اونها. حفظ اطلاعات نزد کی؟ وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟ اینجاش جالبه، میگه ما اطلاعات شما رو به هیچ کس نمیدیم. نگاه کن، عدم انتقال داده های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور. مثلا انگار تا الان مشکل خارج از کشور بود که دنبال اطلاعات ما بوده. بابا مشکل خودتونین، تا نشنیدی؟ دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. یکی دیگه از اجزای این طرح خط و نشون‌هایی که برای شبکه‌های اجتماعی خارجی کشیدند که تا الان همشون فیلتر شدن به جز اینستاگرام که اونم میخوان اینجوری دکش کنند. در نسخه جدید اگر شبکه‌های اجتماعی دچار تخلف از قانون مجلس شوند به مجازات از محدودیت در جذب کاربر تا کاهش پهنای باند که همان کاهش سرعت و دسترسی به پلتفرم مربوطه است محکوم می شود. مثلا اگر فردی پستی گذاشت که مصداق محتوای مجرمانه تلقی شد، آن پیام رسان باید ظرف 12 ساعت پست را حذف کند وگرنه دچار تخلف شده. پستی که محتوای مجرمانه داشته باشه یعنی چی مثلا؟ یعنی پستی که ضد ولی فقیه باشه، واقعیت‌های نظام رو برملا کنه، خبرهای قیام و اعتراض باشه. اصلا این پستایی که شما به وفور هر روز توی اینستاگرام می‌بینید. اینا همه تو قاموس این نظام مجرمانه است. حالا اگر اینستاگرام یکی از اینها رو به درخواست رژیم پاک نکرد، دیگه تخلف کرد و کارش تموم میشه. یعنی اینقدر پهنای باندش رو کم میکنن که فرقی با فیلترینگ نداشته باشه. این کارو هم میخوان ظرف 1 سال انجام بدن تا شوک ناگهانی هم ایجاد نشه. بعد هم به شکل مضحکی مدعی شدن که ما تا وقتی که یک شبکه اجتماعی جایگزین پیدا نکنیم اینستاگرام رو نمیبندیم. حالا جایگزین اینستا چی میخوام بذارم مثلا؟ مثال میزنید؟ حق داریم که جایگزین اینستا رو فرض کنید چینی ها QQ رو دارن، فرض کنید روسیه یه چیز داره. نه ما بخوایم جایگزین کنیم چی داریم؟ چین همین رو دارم عرض میکنم. یعنی ما مثلا از چین استفاده میکنیم. بله از چین استفاده میکنیم، از روسیه استفاده میکنیم. شرکت های رقیب دیگه ای که توی آمریکا وجود دارن و صاحبانشون صاحبان اینستاگرام نیستن، مثلا اینها رو میتونیم چیز کنیم. فرض کنید اسکایپ رو داریم،
عرض شود اسکایپ که مثل اینستا نیست. بله خدماتش یه مقدار متفاوته، تماس‌های کنفرانسی بیشتر اسکایپ انجام میده. قشنگ معلومه که این از اوناست که اگر امتحان املا بده فقط اسم خودش هم بنویسه 18 میگیره، چون هم اسمش هم فامیلش رو غلط مینویسه. بعد این میخواد برای فضای مجازی 80 میلیون تصمیم بگیره. آخه تو از روی کاغذ اسما رو نمیتونی تلفظ کنی. بعد میگه به جای اینستا برید سراغ اسکایپ. مثل این میمونه که از طرف ماشینش رو بگیری به جای چرخ خیاطی بدی. آخه این اصلا کار اون رو انجام نمیده. بعد یکی دیگه از ادعاهای این طرح اینه که میخواد از پلتفرم‌های داخلی حمایت کنه و به همین خاطر برای شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی محدودیت‌هایی رو ایجاد کرده. اما همین ادعا هم خیلی زود تقش در اومد، چون همون پلتفرم‌های داخلی بیانیه و نامه دادن که آقا نمیخواد از ما حمایت کنی، شرم رسان. همه کسب و کارها امضاهای میلیونی دادند، همه فعالین نامه‌های کتبی دادند که از ما اینجوری حمایت نکنیم، این حمایت از ما نیست. کدوم کسب و کاری تا حالا یه جای مصاحبه کرده یه نامه‌ای داده که دستون در نکنین خوبه؟ میگه ما رو در مقابل مردم قرار میدین، ببینید این ما رو دوباره اعتبار میکنید. پس طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی که حالا بازم ممکنه اسمش هم عوض بکنن دیگه کاملا روشنه که طرحی است امنیتی برای قطع صدای مردم از گردش آزاد اطلاعات که خودشون هم خوب میدونن که این لقمه‌ای نیست که به راحتی از گلوشون پایین بره. به این دلیل درست همزمان با بحران اوکراین یواشکی سرعت اینترنت بین‌المللی رو کم کردن که به خیال خودشون کسی متوجهش نشه، ولی ظاهراً این خبر هم از یه جایی درس کرد که در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفتند سقف ترافیک بین‌المللی را محدود کنند. با اجرای این مصوبه در روزهای اخیر شاهد اختلال در اینترنت بین‌المللی هستیم. همزمان با اجرای چراغ خاموش این طرح در دولت، مجلس نیز امروز به تصویب طرح صیانت از فضای مجازی رأی داده. بعدش هم از قول یک نماینده مجلس خبر دادند که گفته مردم اعتراض نکنن تا سرعت اینترنت هم کم نشه. ویس کرمی دلیل اصلی کندی اینترنت را بروز پاره‌ای از اعتراضات عنوان کرد و گفت برخی از مسائل صنفی سوء استفاده می‌کنند. این طرح اونقدر مفتضحه که حتی ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی هم نسبت به تصویب اون هشدار دادند. پس این وضعیت نشون میده که هرچند که ولی فقیه به شدت به بستن فضای مجازی نیاز داره، ولی بعد از 1 سال هم هنوز نتونستند این طرح رو تصویب کنند و با کند کردن سرعت اینترنت به اجرای پنهانی بخشی از طرح صیانت رو آوردند که قطعاً ولی فقیه رو راضی نمی‌کنه، ولی با اعصاب مردم بازی خطرناکی رو پیش میبره. اومدن تصویب کردن به نام صیانت از فضای مجازی. تو اگه راست میگی جلو گیرونی خودرو مثل پراید و پژو رو بگیر که برای جوانای امثال من نشه خیال آرزو. تو اگه راست میگی از منابع آبی کشور صیانت کن. چقدر قول زن بچه‌اش بده اما نتونه بخره. اگه راست میگی حقوق کارگرا صیانت کن. و در آخر آقایون نماینده مجلس که فکر میکنی همه کاره مردم هستی، اگه راست میگی از دستان بیقرارت کشیدی زیر گوش سرباز، بعدش هم ماسمالیش کردین صیانت کنید. اعصاب مردم بازیچه دست شما نیست. خلاصه این که اگر این طرح رو تصویب نکنند که فضای مجازی کار خودش رو ادامه میده. اگر هم بخوان این طرح رو تصویب بکنند که یعنی بازی با اعصاب مردم که تو این شرایط نمیدونم اومد نیومد داره. وقت بخیر و خدا نگهدار.